بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. امروز در برنامه موضوع کسب حلال و ماهیت آن صحبت خواهیم داشت. چنانکه که شما میدونید کسب حلال در زندگی مسلمان بسیار یک فضیلت و جایگاهی بلندی دارد. امروز در برنامه ما استاد گرامی جمال الدین خاموشی عضو شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان حضور دارند و امیدوارم که از صحبت‌های استاد همه ما استفاده نیک کنیم. از زمان آدم علیه السلام تا به زمان خاتم چقدر پیامبری که گذشته باشند، یعنی بعضی پیغمبرها را خداوند در قرآن قصه کرده است و بعضی آنها قصه نکرده است، همچنان که قرآن و این گویا است. میبینیم همه پیغمبرها دارای کسب بودند، یعنی مهنت حلال میکردند، با وجود اینکه بهترین موجودات بودند، گل سری سبد که همه مخلوقات بودند، با وجود همین اونها کسب میکردند و از حساب کسب خود روز میگذراندند. یعنی همچنان که در اصول هم آمده است الکاسب حبیب الله، یعنی که کسب کننده محبوب خداوند است. خداوند انسان کسب کننده را و کار کننده را دوست می‌دارد، چون که وقتی که انسان بیکار میماند خواه ناخواه دست به یگان کار نامشروع یا به اصطلاح امروزه دست به جنایت میزند و از دایره دین و دنیا بیرون میشود. برای همین کسب برای انسانیت نابسته از اعتقادش همچنان که خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی وقتی که یا ایها الناس میگه این اشاره به ندای سیاست است، ندای قهاریت است. خواه مومن است، خواه غیر مومن است، خواه زن است، خواه مرد است، خواه خورد است، خواه کلان است، همه تحت این ندا قرار میگیرند و خداوند امر کرده است که باید از اون چیزی که در بالای زمین حلال است از اونها استفاده کنید و زندگی خود را دوام بدهید.